کردن که با بقیه میکنن. و من یه ذره از این قضیه یه خورده دلگیر هستم، به خاطر اینکه میگم ماها میخوایم کار خاص در ایران بکنیم و تا کار خاص توی ایران کسی نیاد و دستش بالا نبره و این جرأت رو نکنه که کار خاص کنه، موزیک ایران هیچ وقت پیشرفت نمیکنه. حالا شما به عنوان رئیس شبکه، به عنوان رئیس رادیو و وبسایت، اگر از این کسایی که میان کار خاص کنن حمایت 100% بکنین، خب این یه نفری که هست میشه 2 نفر میشن 6 نفر، میرن تا یه سال بعد 1000 نفر آرتیست قدر تو ایران دارن کار میکنن. اما اگه این حمایت نباشه و یا اگه هستش اون قدری که باید باشه نباشه، خب آرتیست‌ها بالاخره اونها هم در همین دنیا زندگی میکنن دیگه، تو دنیای مادی امروز دارن زندگی میکنن. خب آرتیست‌ها هم اون وقت به جای اینکه بیان برای یک ویدیو بخوان کلی هزینه و خرج و زحمت بکشن، یه ویدیو از دفعه بعد یک ویدیو خیلی نورمال و معمولی میدن که دوباره ما رو همینجور عقب میکشونن. صحبت از آینده شد، راجع به آینده خودت یکم بگیم. بعد از حالا این ترک که با استقبال خوبی روبرو شد، آینده چه کارهایی قراره انجام بدی؟ راجع به آلبومت صحبتایی رو من شنیده بودم، خودت حالا یکم راجع به کارهای آینده توضیح بده برامون. من میگم خیلی جدیدن درگیر ویدیو کلیپ بودم و شاید بگم واقعا تمام وقتم دیگه صرف تولید و پخش این کلیپ شده بود، بخاطر اینکه واقعا میگم تو ایران همچین کاری کردن کار واقعا سختیه، یعنی واقعا سخته. ولی قبل از اینکه بخوام استارت این کلیپ رو بزنم، یعنی بخوام استارت البته زده بودم، 1-2 ماه بعد از اینکه ما استارت کلیپ رو زدیم، یه قراردادی از شرکت هیلتاپ رکورد اومد برای اینکه دعوت به همکاری کردن از من که این شرکت در هالیوود هستش. دعوت به همکاری کردن که خب الان من و همکارم یه ذره که سرمون خلوت بشه، دوست داریم با این شرکت بریم جلو و صحبتمون بکنیم، اونا هم صحبتشون رو بکنم، ببینیم با هم به تفاهم میرسیم یا نه. اما آلبوم اول من آماده است، ترک ها و تنظیما، و شاید یه خورده کاری خیلی کوچیک داره که اگه ما با این شرکت به تفاهم برسیم، از همین شرکت این آلبوم امکان داره پخش بشه در سراسر دنیا. بعد کار ضبط و ساخت آهنگ‌ها رو کجا انجام میدی، توی ایران یا خارج از ایران؟ ضبط رو خب همونجوری که میدونی آهنگسازی و تنظیم و شعر و رکورد و میکس و مسترش همه کار رو خودم میکنم در هوم استودیو شخصی خودم و همه اینا تو هوم استودیو خودم، از جمله همین آهنگی که آهنگ They Won't Understand تو همین هوم استودیو که الان درش هستم ضبط شده و آلبوم در همینجا ضبط خواهد شد. یعنی ضبط شده، میگم یه خورده کاری خیلی کوچولو زمینه میکس و مستر داره که باید انجام بشه. بعد این ترک هایی که برای آلبوم میگه آماده داری، سبکشون چجوریه؟ همین سبک رو دنبال میکنی که توی همین ترک داشتی یا مثلا کارهای متفاوت تر و سبک های متفاوت تری هم توی آلبوم داری؟ بالاخره فرق حدود 10 تا ترک هست که با هم فرق داره، اما خب میگم سعی نکردم که خیلی خیلی هم بی ربط باشه به این ترک و این ترک هم در آلبوم، این در آلبومی که قرار باشه پابلیش باشه از من، این ترک هم درش خواهد بود و ترک ها تو همین فضا ها هستن. حالا یه ترک شاید تنظیمش به صورت R&Bه ولی میگم صداها و نوع خوندن همه اینا میگم زیاد از هم فاصله نداره، چون زیاد هم نمیشه خیلی بی ربط کار کرد توی آلبوم. درسته. بعد خب با توجه به اینکه تو کارت به سبک متفاوتی هستی و انگلیسی میخونی و اینکه مارکت خارجی هم استقبال خوبی بهتری کرده از کارهات، فکر خارج شدن از ایران رو کردی تا حالا که مثلا بیای بیرون کار بکنی؟ من از ایران راستش 1-2 باری یعنی سفر داشتم به کشور اسپانیا و فرمان که اونجا کنسرت داشتم، در سال 2008 بود. خب طبیعتا دوست دارم، یعنی ببین من دوست دارم مثلا جایی باشم که کارم بتونم راحت انجام بدم و کسی مزاحم کار من نشه. تو ایران خدا رو شکر تا کسی مزاحم کار من نشده و من اگرچه خب میگم امکانات کمه، محدودیت هست، نمیتونیم درپوش بدیم این قضایا، ولی خب بعد از این کلیپ اگر قرار باشه که با کمپانی که بهتون گفتم باهاش کار کنم یا کمپانی دیگه که بخوام باهاشون همکاری کنم، مجبور هستم که از ایران خارج بشم. پس بعید نیستش که ما فریمن رو یه وقت این ور ببینیمش؟ اصلا بیسته. نه واقعا خیلی به نظر من درصد زیاده. ولی خب واقعا اولین جایی که من آرزوم کار کنم، اولین جایی که واقعا آرزومه که خب رول مدل کسی بشم یا آرتیست بشم برای اون جامعه و اون جامعه
بالاخره با این آرتیست حال کنه واقعا جامعه ایران است، جامعه ایران و ایرانی. به خاطر اینکه خب طبیعتا خیلی دوست دارم که اگر از نظر اقتصادی، از نظر فرهنگی، از نظر هر چی اجتماعی اگه قرار سودی از جانب فریمن به کسی برسه، خب این سود اول از همه به کشور خودم برسه، به مردم خودم برسه تا به کشور دیگه. خب طبیعتا دوست دارم که اولین جایی که خودم رو ارتقا میدم و هنرم ایران باشه و برای مردم خودم بخونم. ولی خب اگر ببینیم که راه‌ها بسته است و نمیشه همچین کاری کرد، خب دیگه چاره‌ای نداریم که بالاخره ایران رو ترک کنیم. Nobody's here but you and me, so take my hand, set me free. Sorry girl if I made you cry, if you don't forgive me I wish to die. I know it's hard but you my girl, but I'll protect you, don't be worried. Like I told you before, I tell you again, your love is the only thing that's running through my veins. Please don't get away, 'cause I can't live without you, girl. My heart's beating and my hands are shaking for you, girl. I don't care what they say, I know they won't understand. Ooh, I know they won't understand. I know they won't understand. همچنان فرکانس رو گوش میکنید از رادیو ایران پراد و گفتگوی اختصاصی ما رو با فریمن از تهران که برای خط تلفن ماست. فریمن جان، راجع به کارهات صحبت کردیم، یکم راجع به خودت بیشتر صحبت بکنیم. راجع به خواننده هایی که گوش میدادی گفتی، ولی حالا میخوای مثلا موسیقی گوش بدی، کدوم سبک رو ترجیح میدی، میخوای مثلا انتخاب بکنی؟ من واقعا سبکی گوش نمیدارم، برام ربط نداره، ولی خب میگم دوستشون دارم. من عاشق سبک بلوز هستم، جاز هستم، کانتری هستم، میگم همه سبک‌ها رو دوست دارم، پاپ، راک، کلاسیک، چون واقعا نمیتونم بگم، احساس میکنم هر کدوم از این سبک‌ها به درد یک تایمی از زندگی میخورن یا به درد یک فصل از زندگی میخورن. یعنی شده که من مثلا در فصل زمستون واقعا فقط ارتباط با موزیک کلاسیک برقرار کردم و مثلا در فصل تابستون مثلا با موزیک راک یا بلوز. نمیتونم مثلا بگم چه نوع موزیکی، یعنی یه موزیک خاص رو گوش میکنم، همه این موزیکا رو گوش میکنم، ولی آرتیستایی که خب طبیعتا گوش میکنم خب بالاخره کاتگوری بندی هستن. خب توی همین سبکایی که گوش میدی، آرتیستایی که بیشتر به کاراشون علاقه داری کیان؟ خب توی سبک بلوز که واقعا خب شاید این سبک هم باعث شد که من گیتار رو به صورت حرفه‌ای یاد بگیرم، آقای اریک کلپتون بود، آقای استیوی ری وان بود، بعد آقای جیمی هندریکس بود. اون تو سبک راک اند رول هم که گروه بیتلز که مخصوصا آقای جان لنون که تاثیر واقعا خیلی زیادی رو زندگی من گذاشت و روی فکر و اندیشه من بودن. گروه ها خیلی زیادن. حتی در یه تایمی من بسیار بسیار بیگفن نیروانا بودم، آقای کرت کوبین که واقعا میدونم شاید اصلا ربطی نداره به استایلی که دارم کار میکنم، ولی میگم همه موزیکا و سبکا دوست دارم. و در گروه بی جیز، جیمز براون، خب مایکل جکسون که دیگه بارها گفتیم، باب دیلن، جون بایل، پینک فلوید، واقعا اینا اسطوره‌های من بودن، کسایی که واقعا شب و روز با موزیکشون واقعا میخوابیدم و بیدار میشدم. خواننده های ایرانی چطور؟ گفتی ایرانی زیاد گوش نمیدی ولی باز به هر حال چند تایی که گوش میدی. توی ایرانی هم تنها کسی که واقعا خب کارشو میپسندم و احساس میکنم که واقعا چیزی از موزیک در خارج از ایران داره پلی میشه و کار میشه، تفاوت زیادی نداره، فاصله زیادی نداره، آقای فرهاد هستش که واقعا با من خیلی ارتباط خوبی برقرار میکنه موزیکاش و خیلی دوست دارم و میگم به تنها کسی هم که واقعا گوش دادم ایشون بوده. ولی خب آرتیست بسیار خوبی دارن که بالاخره شده تک و توک از ترکاشون خوشم بیاد، یعنی گوش کنم مثل خانم گوش یا خیلی از دوستان دیگه، ولی فرهاد اصولا برای من خیلی جایگاهش بالاست به خاطر اینکه در اون زمان موزیکی ملودیایی میساخت یا پرفورمنسی میکرد که